سرخط مهمترین خبرها: در ماندن صدها مهاجر تاجیک در فرودگاه‌های روسیه. تفصیلات خبرها درباره مهاجران تا چند لحظه دیگر. مهاجران میگن ریدها در روسیه سخت‌تر شدند و در امریکا و قرقیزستان تیک تاک را بستند. در تاجیکستان چی نظر دارند؟ درود بینندگان عزیز و هفته نو برای شما بخیر و شادی باشد. برنامه نویدی بامدادی است که با تازه ترین خبرها از دوشنبه تقدیم شما می شود. امروز 29 اپریل سال 2024 است. برنامه امروزه ما اساساً به مسئله مهاجران و وضعیت آنها بخشیده شده است. دوام 3 روز اخیر رادیوی آزادی ده‌ها مراجعت را از مهاجران دریافت کرد، اما حالا شروع می‌کنیم از پاسخ وزارت کارهای خارجه تاجیکستان. این نهاد 28 اپریل خبر داد که تنها در فرودگاه ونوکوو شهر مسکو بیش از 950 شهروند تاجیکستان بند ماندند. این آمار رسمی است و تا شام 27 اپریل حساب شده است. وزارت کارهای خارجه گفته است مهاجران تاجیک در وضع دشوار و شرایط ناخوب قرار دارند. از شماره عمومی شهروندان بند مانده تاجیکستان در فرودگاه ونوکوو پس از انتظار چندین ساعت همگی 322 کس به حدود این کشور راه داده شدند. گفته شده است در بیانیه. این نهاد افزوده است تا این دم 27 نفر رانده شده، احتمال نام 306 کسی دیگر به این روی خط داخل گردد. چون این چاره‌های محدود کننده تنها نسبت به شهروندان تاجیکستان تطبیق می شود، گفتند در وزارت کارهای خارجه. به اطلاع آنها در فرودگاه‌های ژوکوفسکی، دمدیدو و شرمتوو پایتخت روسیه نیز ده‌ها شهروند تاجیکستان بدون شرایط لازم در بازداشتگاه نگهداری می شوند. مقامات روسیه بند ماندن خارجیان از جمله تاجیکان را در گذرگاه‌های سرحدی این کشور رد نکرده، اما موقتی و چاره پیشگیری از تروریسم نامیدند. ماریا زخاروا سخنگوی وزارت کارهای خارجه روسیه روز 27 اپریل در اعلامیه گفت صرف نظر از ملتشان سند خارجیان را با دقت می‌سنجند. در این میان شکایت زیاد می‌رسد که مهاجران را بدون اساس از فرودگاه‌های روسیه اخراج می‌کنند. یک کاربر رادیوی آزادی نوشته است برادرش صبح 27 اپریل از فرودگاه خوجند به مسکو پرواز کرد، ولی به جز 20 نفر دیگر همه مسافران را دوباره به تاجیکستان دیپورت کردند. شکایت‌ها از مشکل شدن ورود به روسیه و بدون اساس اخراج کردن شهروندان تاجیکستان بعد حادثه کراکر زیاد شد، اما این مشکل از 22-23 اپریل سخت‌تر گردید. نخست مهاجران تاجیک که از طریق راه زمین می‌خواستند وارد روسیه شوند گفتند آنها را به این کشور راه نمی‌دهند و در حدود قزاقستان درماندند. در پی این وضع 26 اپریل وزارت کارهای خارجه تاجیکستان سیمیون گریگوروف سفیر روسیه را به صحبت دعوت کرد. مقامات تاجیک با سفیر روسیه در مورد مشکل عبور تاجیکستانی‌ها از مرزهای این کشور صحبت کرده، عاید به حالت‌های بی اساس منع ورود به قلمرو روسیه برای شهروندان تاجیکستان که خصوصیت عمومی پیدا کرده است نگرانی کردند، اما وضعیت به نشد. بعد از این شام 27 اپریل وزارت کارهای خارجه تاجیکستان با نشر بیانیه فوری از ساکنان خواست بدون ضرورت موقتا از سفر به روسیه توسط همه واسطه‌های نقلیات خودداری کنند. بعضی مقامداران و تحلیلگران نزدیک به مقامات تاجیکستان روسیه را برای رفتارشان با مهاجران سخت انتقاد کردند. مشکل وارد شدن به روسیه از یک طرف، مهاجران میگن روزهای اخیر ریدهای مقامات روسیه نیز زیاد شده است. از جمله در این نواری که کاربران روز 28 اپریل به رادیوی آزادی فرستادند دیده می شود که نظامیان روسیه مهاجران را قطار کردند. برای بخطری کاربر ما صدا را کمی تغییر دادیم. برای رادیوی آزادی سلام از شهر کراسنویارسک. اینا بازار مرکزی کراسنویارسک، اینا مهاجران قطارند. ملیسوی استودگیان، امانسوی استودگیان، قاپیدگیان. گیرد یعنی بازار ده ملیسوی استودگی قاپیده استن مهاجرو را. بسیار غم دادستن مهاجرو را. در زمین خوب میکنن. باز اینجا یک اتوبوس بالا با بالا پر کردن بردن. باز باین قاپیدگی استودگیان اتوبوس اجداد کردستن. اینا رادیوی آزادی نشر کنن. با همه مهاجرو براسون هم ابتونایی که رید سخت رفتسته. بیهن سخت رفتسته رید. بینندگان عزیز، اگر شما هم در این باره نواری دارید لطفاً برای ما فرستید. همه چیزی که میخواهند و میخواهید در اینجا هست. تازه ترین اخبار، گزارش های ویدیویی، شرح حادثه و تحقیقات ژورنالیستی. زمینه رادیو آزادی را نصب کنید و همه این را با انگشت زدن به تلفن هوشمند خود به دست بیارید.
جو بایدن پرزیدنت ایالات متحده آمریکا طرح قانون را امضا کرد که منع دسترسی به تیک تاک را در آن کشور مد نظر دارد. پیشتر از این منع فروش این برنامه را در مغازه‌های اپل و گوگل، سنا و پالات نمایندگان ایالات متحده آمریکا تصدیق کرده بودند. شبکه اجتماعی مذکور در صورت دستنورس خواهد شد که اگر مالک آن شرکت بیتی دنس تجارت خود را در آمریکا دوام 9 ماه آینده به کسی دیگری نفروشد. جانبداران محدودسازی تیک تاک میگویند این شبکه به امنیت ملی آمریکا خطر دارد. به باور آنها حکومت چین میتواند از شرکت بیت دنس که مالک تیک تاک است معلومات شخصی کاربران از آمریکا را طلب کند. پیش از این در قرقیزستان هم دسترسی به تیک تاک را محدود کرده بودند. مقامات قزاقستان هم گفتند مسئله محدود کردن دسترسی به این سامانه را بررسی دارند. در تاجیکستان هم هواداران تیک تاک کم نیستند. ما از ساکنان در خیابان‌های دوشنبه پرسیدیم که نظرشان به بستن این شبکه چیست. پاسخ‌ها را همراه ببینیم. در بعضی دولت‌ها همین استفاده تیک تاک منع کرده استودند. در قرقیزستان، در آمریکا، در قزاقستان. اگر همین در تاجیکستان به فکر شما منع کردن کار درست است یا نه؟ در تاجیکستان منع کردن درست است. از سبب کودک‌ها همه کلانو همه بسیار هوشون در همین تیک تاک و همین چیزا است. همه سواد کافو موندگیان، همه عقل و پیشروی همین چیزا کافو میمونن. خود شما استفاده میبرین تیک تاک؟ کی استفاده میگیره از نزدیکانتان کسی؟ حقیقت کودک‌ها خونه در استفاده میبرن اما خونه بودگی من نه، شخصا خودم نه. تیک تاک یک سایتی است که با بعضی آدم‌ها را ایران میزنه، بعضیش براست چی می‌نای شکل. خودتان یگام استفاده بردید؟ می‌بردیم از گای استفاده نمیبریم پیش. مثلا برای چی؟ برای تماشا کردن ویدیوها هستن استفاده می‌بردید تیک تاک؟ هم یک حواسمان بود استفاده بردیم بعد که استفادهش نمیبریم. از بسیار ساید او تیک تاک. برای چی دست کشیدن استفاده؟ برای هر چیز غیر قانونی، غیر قانونی. مقصد باید من کردن نشود، باید مردم همه دائم تماشا میکنند. خود شما استفاده میبرید؟ بله من میبردم از نه. برای چی دست کشیده؟ برای موبیلی هم گم شد، برای خاطر نمیبرم استفاده. حتی میبردم. اصلا چی تماشا میکردن در تیک تاک؟ هر چیزای مقصد اینترست نیگم چیزایی که خوب است مثلا تماشا میکردن. در بعضی دولت‌ها میگن که همین محتوا همین تیک تاک برای کودکان ضرر دارد، برای همین منع کردن. نمیدونم خیلی یگم ضرر ندارد، یگم چی هم ندارد. کسی که چیزای خوب هم هست گرفته میشه مثلا تماشا کردن میشه. اصلا برای چی هم تیک تاک استفاده میبره؟ بیشتر از ویدیو تماشا کنیم. در بعضی دولت‌ها همین منع کرده استودن تیک تاک. به فکر شما همین در تاجیکستان آیا منع شود یا نه؟ فرق نداره. بهترین کاره برای که همین تیک تاک نمی ریلز های اینستاگرام حوزی هستن بسیاری وقت همین جوانای وزیره رو میگیرن و حوزی همین کودکای 3 ساله 5 ساله تا کلونا همه در همین کارهای بهودن وقتاشون بهوده میگذرونن. اگر همین در همین تاجیکستان هم من کنم تیک تاک نمی ریلز اینستاگرام همین چیزا اگر من کنم بهترین میشه که مردم هرچی میآموزن برای که حوزی کودک‌ها قدی راشتگی در اساسشون تلفن ببین تماشا کیسن یا بازی кисан. По назару моему бозиё шаман кна бехтарин мешавака. Не знаю я насчет ТикТока. Ну, он ничего полезного, честно говоря, детям не дает. Они висят в этом ТикТоке. Ну, я не знаю, навряд ли общество воспримет это положительно, чтобы его закрыли. Но я не думаю, что он полезный контент. Не думаю. تیک-توک اگر معیار خطی باشد درست است. اگر از معیار زیاد یک خیلی سایت‌ها هستند که عموما ضرر میرساند به فهمش انسان خصوصا به جوانان. خود شما تیک تاک استفاده میبره؟ کم، عموما کم. مثلا فرزنداتون یا من علاج باشه رخصت نمیدهم استفاده برای تیک تاک. هر چیزی که معقول نیست به من. واتساپ اینستاگرام می‌داریم تیک تاک نه. تیک تاک دربارش معلومات دارید؟ اوه اگه رنگ امون اینستاگرام آیا ویدیو دیگه خیلی بود. نیک من اگه فکر ندارم. ما در فرق نداره اورا ایتو جیستم بگن استفاده نبرم ببرن فرق نداره ما در. بله ضرر داره. چی ضرر داره؟ همین هر خیلی ویدیو میپرتوین و کودک‌ها در اونجا میدروین تماشا میکنن но درست است. برای سیامکان. Ну, для меня TikTok это бесполезная вещь. Я сама не пользуюсь этим, потому что
Это не нужно для жизни, просто пустая трата времени. Пустая трата времени, ничего полезного, какие-то новости ненужные, что меняет человеку психику и так далее. پلیس آمریکا روز 27 اپریل هنگام ویران کردن خیمه‌های اعتراضگران ضد جنگ در نواحی غزه حدود 200 نفر را در 3 دانشگاه آمریکا بازداشت کرده است. به گزارش رسانه‌های آمریکایی حدود 100 نفر هنگام تخریب خیمه ناراضیان در دانشگاه بوستون بازداشت شدند. در دانشگاه دولتی اریزونا 69 نفر و در دانشگاه ایندیانا 23 نفر را دستگیر کردند. آنها به ضد جنگ اسرائیل در غزه اعتراض داشتند. برمیگردیم به خبرهای تاجیکستان. روز 28 اپریل در پی باریدن باران‌های زیاد در بعضی منطقه‌های کشور سیل آمده است. از جمله کاربران با ارسال این نوارها گفتند در پی آمدن سیل چند ماشین و خانه‌ها در ناحیه خراسان آسیب دید. سیل به راه دوشنبه باختر هم رسیده است. مقامات کمیته حالت‌های فوق‌العاده در این باره رسما خبر ندادند. دوام روز تفصیلات خبر را تقدیم شما می‌کنیم. حالا نوار فرستاده کاربران را ببینیم. ماشین اینا بخش اگراز تاریخ را همکارم خیرامان بقازاده تقدیمتان میکند که مهمترین تحولات تاریخی در روز 29 اپریل را فرا میگیرد. با یک سپارش پرزیدنت از 29 اپریل سال 2013 در ناحیه دنقره ولایت ختلان دانشگاه دولتی بنیاد شد. در این دانشگاه در یک وقت بیش از 9000 دانشجو در فاکولته‌های طبیعی، ریاضی، اقتصادیات، اداره دولتی، سرمایه‌گذاری و دیگرها با تحصیل فرا گرفته شدند. تأسیس دانشگاه در ناحیه دوردست که زادگاه پرزیدنت امام علی رحمان می باشد در دایره برنامه‌های آبادانی ناحیه صورت گرفت. بر اساس یک تغییرات به قانون درباره به قیدگیری دولتی اسناد حالت شهروندی که پایان ماه اپریل سال 2020 در جلسه مجلس نمایندگان قبول شد، از شهروندان تاجیکستان طلب می شود که از پسوندهای روسی در نامگذاری خود و فرزندان دست کشند. از این بابت در نامگذاری ملی تاجیکستان گذاشتن پسوند او و ویچ و اووی و اونا در نسب‌های داچکان منع است. 29 اپریل روز بین المللی رقص است که با یک موافقه دفتر فرهنگ و معارف سازمان ملل متحد یونسکو از سال 1982 تجلیل می شود. این رقص تنتنه زیبایی و فرهنگ و ارزش‌های عمومی بشری است که مردمان فرهنگ و کشورهای مختلف را متحد کرده توان عبور از سطح‌های سیاسی و نظامی را دارد. در تاجیکستان هم رقص یک بخش مهم فرهنگ ملی دانسته می شود، ولی سال‌های اخیر برای استفاده از حد بیشش به حیث یک رکن تبلیغاتی دولتی انتقاد می شود. صبح امروز در بانک تجارتی تاجیکستان 1000 روبل روسیه به 117 سامانی برابر است. 100 دلار آمریکایی باشد تا 1090 سامانی ارزش دارد. قرب رسمی بانک ملی تاجیکستان برای امروز چنین تعیین شده است. بینندگان عزیز، با پایان برنامه نویدی بامدادی رسیدیم. اگر خبر یا نظری دارد لطفاً برای ما نویسید. برنامه بعدی ما ساعت 18 به وقت دوشنبه تقدیم شما می شود. تا آن وقت خدا نگهدار.